یقیني استاد نور په همیش په بهرنۍ سفرونو کې داخلي مسابقو کې ډېره خواري کړې ده، ورته مبارک دی. 14مین دوره مسابقات کشورهای جنوب آسیا در کشور مالدیو برگزار شده بود. البته این مسابقات از تاریخ 6 الی 10 ماه جون برگزار شده بود که خوشبختانه تیم افغانستان در این مسابقات با 11 ورزشکار و یک هیئت حضور داشت. همونطوری که شما در جریان هستین، خوشبختانه ورزشکارای ما در کاتگوری‌های مختلف هم بخش پرورش اندام و هم بخش فتنس تانستن که افتخار آفرینی کنند که در مجموع ما تانستیم 3 مدال طلا، 5 مدال نقره و 3 مدال برنز به دست بیاریم که کلانترین افتخار است بر جامعه ورزشی، خصوصا به فدراسیون پرورش اندام. و ما که میامدم یکی از ژورنالیست‌ها از ما سوال کرد که شما چرا نتونستین به حساب تیمی اول شویم. ما به خاطر از اینکه ما تیم تکمیل خود نداشتیم. ما 10 کاتگوری بخش پرورش اندام داریم و 2 کاتگوری هم بخش فتنس اسپورت و اتلتیک است که ما متاسفانه باید حداقل ما 20-21 ورزشکار می بودیم که نسبت همون مشکلات اقتصادی که هست ما به ناچار هم تیم محدود برده بودیم که خوشبختانه ورزشکارای ما سعی تلاش خود کردن. با وجودی هم که تیم تکمیل نبود تانستیم که حداقل مقام سومی را به دست بیاریم. مسابقات جنوب آسیا به میزبانی کشور مالدیو شهر ماله که الحمدلله تانستم در بخش مستر جونیور مقام طلا یا مقام نخست کسب بکنم و حائز مدال طلا شدم بالای 85 کیلوگرم 75 کیلوگرم و همچنان در بخش سینیور منس یا مردان بزرگسال بالای 21 سال تانستم در وزن 85 کیلوگرم مدال نقره را به نفع کشور رقم بزنم. دیگه واقعا خیلی خوشحال هستم. تشکری میکنم از حمایت ها و تشویق های تک تک از هموطنان عزیزم که پشت ما بودن و ما را حمایت کردن، دلداری کردن، نوازش کردن. همچنان کمیته المپیک افغانستان و ریاست تربیت بدنی و تشکری خاص دارم از جناب حافظ احمد جان معاون تربیت بدنی افغانستان که واقعا خیلی محبت دادن و همیشه حمایت کردن. سطح مسابقات جنوب آسیا بود. امی 8 کشور که در جنوب آسیا است میفهمین 8 کشور است در جنوب آسیا و تمام کشورها حریف خود آورده بود. هند با یک تیم بسیار قوی آمده بود، پاکستان با تیم قوی آمده بود، خود مالدیو که میزبان بود یک تیم قوی داشت و شخصا خود مریفای مندی هم بود، دیگه مالدیفی هم بود که الحمدلله تونستم دیگه به اونا غالب شوم و مدال نقره و مدال طلا را الحمدلله تونستم کسب بکنم. ما تقریبا 3-4 ماه بود که آمادگی مسابقات داشتیم و پرقدرت ترین کشوری که در این مسابقات بود کشور هند بود که 24 ورزشکار داشت. ما با 11 ورزشکار تونستیم با اونا خوب رقابت کنیم. اکثریت بچه‌ها شکست دادیم. حریف خود ما از کشور هند بود، قهرمان جهان بود، مدال جهانی را داشت. الحمدلله تونستیم شکست بدیم، مقام اول در مسابقات برسیم. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره